شما اون آهنگی که تو اینتروی فیلم مایکل شنیدین رو میشناسین؟ این آهنگ بین طرفدارای مایکل جکسون خیلی معروفه. طول آهنگ بیشتر از 6 دقیقه است و در مورد شایعه سازی و آدمایی که زیاد به زندگی اهمیت نمیدن و فقط میخوان برای بقیه دردسر درست کنن. ولی از همه متن آهنگو خطاب به زن داداشاش نوشت، ولی بعد دید در مورد خیلی از آدما صدق میکنه. این آهنگ تیکه معروف داره که همه میشناسنه. این عبارت رو اولین بار مانو دیبانگو تو آهنگ سول ماپوسا استفاده کرده و بعدا مایکل جکسون این آهنگ رو شنیده و اونو تو آهنگ خودش استفاده کرده. برای همین داستان مانو دیبانگو از مایکل شکایت کرده. جالب بدونید که ریهانا هم همین تیکر رو تو آهنگ مایکل جکسون میشنوه و توی آهنگ Don't Stop the Music ازش استفاده میکنه. در این داستان مانو دیبانگو 2 بار میره شکایت میکنه، ولی بازم قضیه ختم به خیر میشه و به توافق میرسن. اسم آهنگ Wanna Be Started Something بود. از تو کانال تلگرام هم میتونید دانلودش کنید.